عرضم حضورتون، به نظرم اون ابتدای نوشتار فیلمنامه توسط فیلمنامه نویس یا نویسنده این قضیه بایستی لحاظ بشه. یعنی یه وقتی بذارن تو مراحل پیش تولید برای اینکه نویسنده یک اثر که اون اثر قرار هست در مرز و بوم گیلان یا شمال یا جنوب یا در یه اقلیم اتفاق بیفته که اون اقلیم دارای فرهنگ خاص خودشه، دارای زبان، ضرب المثل‌ها، متل‌ها، یه تحقیقی اون نویسنده در مورد اون منطقه انجام بده. من که پیشنهادم این بود نویسنده ها اصلا برای نوشتن یک فیلمنامه‌ای که قرار هست در یکی از اقلیم‌های دارای فرهنگ بومی ضبط بشه، یک سالی برن اونجا زندگی کنند، حتی با مردمشون حشر و نشر داشته باشن، با نویسندگانشون هم صحبت بشند، با شاعراشون، با ادیبهاشون، با خواننده های محلی بومیشون هم صحبت بشن، نشست و برخاست داشته باشن و ماحصل اون چیزی که در جلسات پی در پی خودشون با اون دوستان به دست می آورند رو لحاظ بکنند هنگام نوشتن یک متنی که مربوط به اون منطقه است. اینجوری فکر میکنم درصد زیادی از این مشکلاتی که پس از پخش سریال ها ما میبینیم، مثلا در گیلان یه سریالی میاد با یه قصه بومی که از بومی بودنش فقط لباس مردم گیلان، اون هم فقط لباس زنهای گیلانی، مثلا انگاری تحقیقی حالا یا شده یا نشده یا چند تا عکس دیدن که زنان گیلانی چنین پوششی داشتن، مثلا روی لباس‌های مردان گیلانی اصلا کار نمیشه توی سریال ها و کاملا مشخصه، یا یه خونه روستایی رو نشون میدن یا جنگل و کوه و باران و رعد و برق و اینها المان هایی میشه که بله این مثلا در شمال کشور هست و حتی با لهجه و زبان ما هم آشنایی ندارند و از بازیگرهای تهرانی که دعوت میشن برای بازی تو اون سریال میخوان که یه سری جملات رو با یه لهجه‌ای که برای ما که خودمون گیلانی هستیم میخوایم فارسی حرف بزنیم اصطلاحاً ناآشناست، جبهه میگیریم در برابرش، حتی نمیان مشاور لهجه رو دستشو باز نمیذارن. قبل از اینکه مشاور لهجه موقع ضبط فیلم یا سریال بخواد وارد کار بشه، مشاور زبان بایستی در هنگام نوشتار فیلمنامه همراه نویسنده باشه که بعداً مشاور لهجه یا زبان میاد با اون بازیگرا کار کنه. مشکل ما اینه که الان من یک گیلانی هستم، در رشت به دنیا اومدم، استان گیلان با بچه هاشون تئاتر کار کردم، باشون در واقع حشر و نشر داشتم و دارم. ما که فارسی حرف میزنیم هیچ کدوم فارسیمون اونقدر لهجه دار نیست که یک کارگردانی که از تهران میاد از ما لهجه خاصی میخواد و به ما تأکید میکنه، میگه یک کم لهجه دارتر، یه جوری هم تأکید میکنه که انگار خودش خیلی به زبان و لهجه گیلان اشراف داره. توصیه من این است که اصلا کارهایی که تو گیلان ضبط میشه به زبان گیلانی ضبط بشه، زیرنویس فارسی بشه. چه ایرادی داره مثلا با شو غریبه کوچک نمونه یک کاری است که کلا به زبان گیلانی مال این اقلیم بود، به زبان گیلانی و لهجه درست گیلانی ضبط شد برای اینکه سایر تماشاگران در اقصا نقاط کشور بتونن متوجه مفهوم فیلمنامه و قصه و گفتار بشن، زیرنویس فارسی شد. و اگر قرار بر این نیست، قرار است همه فارسی حرف بزنن توی یک سریال یا فیلم که در گیلان ضبط میشه، مردمی که در روستاهای گیلان هم صحبت میکنن فارسی رو خوب حرف میزنن و اگر لهجه‌ای هم دارن اون چیزی است که طرفای دیگه میشنوند، بیشتر از اون دیگه میشه ادا در آوردن و خیلی برای بعضی از مردم این قسمت دردناکه. میگه ما فارسی هم حرف میزنیم، حالا نه که بگیم فارسی مثلا از تهرانی حرف میزنیم، ولی میتونیم ادا کنیم کلمات فارسی رو. میزان لهجه‌ای هم که داریم همینه. همین الان که من با شما صحبت میکنم به اصطلاح فارسی دارم حرف میزنم، اما اگر چند نفر فارس اینجا نشسته باشن، تهرانی نشسته باشن، بعضی از قسمت‌ها در بعضی از کلمات روی بعضی از حرفا من با لهجه صحبت میکنم، اونها متوجه میشن. خب چه ایراد داره؟ تو سریال که اقلیم داره نشون میده، لوکیشن، بک من، لباس من، منطقه داره نشون میده که اینجا گیلانه، چه اصراری که حتما لهجه من هم نشون بده که اینجا خیلی دیگه گیلانه؟ من نمیفهمم.
اصرار به خاطر چیست، ولی راه حلش به نظر من از همون ابتدای نوشتن نویسنده باعث آگاهی داشته باشید نسبت به فرهنگ و آداب و سنن یک منطقه، بعداً با جرأت بشینه و یک متن فیلم یا سریال بنویسه در مورد این منطقه.